نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مجادله، حشر، صف، ممتحنه، هر چهار سوره در رابطه با موضوع دوم سوره حدید سخن میگویند. سوره حدید دو بخش داشت، بخش اول انفاق بود، بخش دوم جهاد بود. این چهار سوره درباره جهادند و خدای عزوجل به صورت مقدمه زجر بر منافقین بیان میکنه، چون ما قبلا خواندیم هر سوره که سوره جهاد است اونجا موی دماغ منافقین هست. اینها را الله تعالی توبیخ میکند، سرزنش میکند چرا شما هر جا مزاحمید، اذیت میکنید مجاهدین را. و همچنین مسئله زهار را خدای عزوجل به عنوان مقدمه و تمهید بیان میفرماید. زهار چیه که در اول این سوره آمده؟ زهار این هست که یک کسی همسر خودش را، زن خودش را تشبیه بده به مادر، به پشت مادر یا به یکی از محارمی که نکاح برای او حرامه، مثلا به پشت مادر، به پشت خواهر زنش را تشبیه بده. در زمان جاهلیت همین زهار بود، در ابتدای اسلام هم همین حکم بود. کسی زنش را اگر میگفت انت علی کظهر امی، تو مثل مادرم و پشت مادرم هستی برای من، دیگه این زن بر او برای همیشه حرام میشد، برای همیشه طلاق میشد، طلاق مؤبد میشد. تا اینکه در اسلام این اتفاق افتاد، در مدینه طیبه این اتفاق افتاد. یک صحابی بود به نام اوس بن صامت. این اوس بن صامت یه روز عصبانی شد، با زنش درگیر شد. زنش به نام خوله بنت ثعلب، این خوله را همین زهار کرد، همین کلمه را نسبت به او گفت. این زن بیچاره فکر کرد دیگه طلاق شد، تمام شد، خیلی ناراحت شد. هرچی با خودش فکر کرد این غمش هضم نشد، چون که تعداد زیادی بچه داشت، عیالی داشت از این اوس. اوس هم پشیمان شد ولی راهی نبود، برای همیشه جدا شد. این زن بلند شد آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفت یا رسول الله، من جوانیم را با اوس بن صامت سپری کردم، گذراندم، الان جای دیگه ندارم، به من این کلمه را گفته، الان میشه که برای ما فکری بکنید، برای ما راهی درست بشه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که چون آن حضرت مختار نبود در مسائل را از خودش ولایت کامل نداشت که مسائل را حلال را حرام بکند، حرام را حلال بکند، لذا فرمود که ما اراک الا قد حرمت علیه، طبق همون چیزی که قبلا بود، من نمی بینم مگر فکر می کنم تو برو حرام شدی. ما اراک، نمی بینم تو را، الا قد حرمت علیه ولم اومر فی شأنک بشیء، به من امر نشده درباره تو به چیزی.
لذا دل سردش کرد، مایوسش کرد، رفت بار دوم آمد خدمت رسول الله. رسول الله همین جواب را داد. بار سوم بار می آمد، یا رسول الله برای من کاری بکن. خلاصه آن حضرت گفت نمیتونم، پیغمبر خدا بر او بلاغ است، مختار نیست، مختار کل نیست. بنابراین این زن آخر متوجه شد به جای اینکه رسول الله را تضرع بکنم الله را زاری بکنم، رفت دعا کرد، گریه کرد، نیایش کرد که ای الله تو برای من چاره بساز، کجا برم من؟ تا اینکه الله عزوجل این آیات را نازل کرد. این آیات بسیار جالبند از نظر مبحث توحید که انسان این نتیجه را میگیرد. انسان از پیغمبر خدا که محبوب خداست، امام انبیاء است، سید اولین و آخرین است، سید اولاد آدم است، هر چی بگیم از فضائلش کم گفتیم، اما انسان از پیغمبر هم نمیتونه بهش نفع برسه، پیغمبر هم نمیتونه کمکش بکنه تا زمانی که الله کمک بکنه. انسان به این نتیجه میرسه که برای هر مشکل پیش خدا باید بریم. عیناً جریان ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها همین بود. به ام المؤمنین تهمت زدند، ام المؤمنین شب و روز گریه میکرد و پیش خدا دعا و مناجات میکرد، تا اینکه بعد از یک ماه الله عزوجل آیات را نازل فرمود و رسول الله که در اون جلسه بود گفت عایشه مژده باد تو را، خدا آیه نازل کرد. مادرش گفت برو دستان رسول الله را ببوس. گفت چرا دستان رسول الله را ببوسم؟ من نه دست تو را میبوسم مادر، نه دست پدرم ابوبکر را، نه رسول الله را. من میرم از اون ربی تشکر میکنم که مرا کمک کرد. الله میخواست نشان بده که فقط من کمک میکنم، حتی پیامبر من هم نمیتونه. این نکته بسیار مهمی است. اینجا ببینید کلمات را دقت کنید. الله میفرماید قد سمع الله، همانا الله شنید قول التي تجادلك في زوجها، قول اون پیرزنی، اون زن فقیری که تجادلك با تو بحث میکرد، با تو جر و بحث میکرد ای رسول الله فی زوجها، درباره همسرش، و تشتکی الی الله، اما شکایتش را پیش الله برد. خدای تو رسیدگی کن. انسان وقتی که از ته قلب مظلومانه خدا را فریاد بزند امکان نداره الله برایش دری باز نکنه. و تشتکی الی الله، و شکایتش را پیش الله برد. الله می فرماید والله یسمع تحاورکما، الله می شنید گفتگوی شما را. الله می شنید که توی محمد می گفتی من راهی برات نمی بینم، تو راهی پیدا نمیتونی بکنی، من پیدا میکنم. وقتی که بنده بیاید به در من، بنده از من بخواهد، من راه را پیدا میکنم. لذا الله میفرماید ان الله سمیع بصیر. این علت است، بدون شک الله سمیع و بصیر است، هر سخن را میشنود و هر انسان را میبیند، هر چی را میبیند. لذا الله عزوجل راه را نشون داد که از این به بعد ببین، به خاطر این ضعیفه، به خاطر این عجوزه، این پیرزال به اصطلاح ما که رفت الله را زاری کرد، الله برای تمام امت راهی درست کرد و نشون داد. گاهی یک انسان با همون تضرعش، تضرع فقیرانه اش، میتونه راهگشایی برای ملتی باشد. لذا الله عزوجل این راه را و این دستور را صادر فرمود به عنوان یک حکم شرعی، و این است که وقتی که مردی به زنش میگه تو مادرم هستی و مثل مادرم هستی، الله میفرماید این قول دروغ است، این مادرش نیست، این زنش است.
کی گفته مادرش هست؟ ولی چون چنین کلمه دروغی گفت، کلمه سنگینی گفت، جریمه باید بده، کفاره باید بده. کفاره را الله تعالی مشخص کرده. الله می فرماید الذين يظاهرون منكم من نسائهم، آنانی که ظاهر میکنند از شما از زنانشان را، ما هن امهاتهم، سخن اول، این زنان مادرانشان نیستند، اینا مادرانشون نیستند. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، نیستند مادرانشان مگر آنانی که اونها را زاییدند، اونها را به دنیا آوردن. مادر اونه، نه اینکه یک زنی که زنت هست و همسرت هست بگی مادر، با گفتن مادر مادر بشه. و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا، همانا آنها میگویند قول منکر، قول ناپسند، منکرا من القول و زورا، زور یعنی دروغ، قول دروغ گفته. اما الله عز وجل ترغیب میده به تدارک، یعنی از حرفت برگرد. و ان الله لعفو غفور، خدا تو را میبخشد، عفت میکند و میبخشد. ترغیب به سوی توبه هست، کسانی که اشتباه کردن توبه بکنند. اما کفارش چی؟ الله میفرماید والذین یظاهرون من نسائهم، این طریق تدارک است. آنانی که ظهار میکنند همسرانشان را، ثم یعودون لما قالوا، سپس برمیگردن لما قالوا یعنی لنقض ما قالوا، اون چه که گفتن میخوان نقض بکنن، میخوان بگن که نه مادر ما نیست، زن ما است. خب چرا گفتی مادر؟ پس این جریمه را بده. اول فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا، قبل از اینکه به این زن دست بزنه، قبل از اینکه نزدیکش بره، باید غلامی آزاد بکنه، برده را آزاد بکنه. این جریمهش، این کفارش. فمن لم یجد، ذالکم توعظون به، این چیزی هست که شما به وسیله این موعظه میشوید از طرف رب. والله بما تعملون خبیر، الله به اعمال شما خبر داره. اون چی که موعظه رب است محکم بگیرید. اما فمن لم یجد، هر کسی نیافت، نداشت، غلام نبود مثل امروز، فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا، روزه 2 ماه پیاپی قبل از اینکه دست بهش بزنه. منظور اینه که قبل از اینکه باش هم خوابی داشته باشه، باید اول این کفاره رو بده، اول 2 ماه روزه بگیره. فمن لم یستطع، هر کسی نتوانست، پیر بود، ضعیف بود، بیمار بود، نمیتونه روزه بگیره، فاطعام 60 مسکینا، برای اون طعام 60 مسکین، 60 مسکین را غذا بده، شام و نهار بده. ذلك لتؤمنوا بالله و رسوله، الله میفرماید این احکام را بیان میکنیم تا شما ایمان بیاورید به خدا و رسول. و تلک حدود الله، اینها حدود الهی هستند، اینها را حفظ کنید. وللکافرین عذاب علیم، اما کسانی که کفر میکنند، منکر ظهار هستند، منکر احکام الله هستند، برای اونها عذاب دردناک است. پس این گونه مسئله ظهار حل شد برای امت. از زنی مظلومه که تشتکی الی الله، پیش خدا شکایتش را آورد، الله شکایتش را شنید. والله یسمع تحاورکم، قد سمع الله، اینجا سمع الله به معنی اجابت است، سماع قبول است، یعنی الله تعالی شنید و قبول کرد سخنش را. ان الذين يحادون الله ورسوله، بعد از این عرض کردم موضوع جهاد شروع میشه و قبل از اون زجر برای منافقین. منافقین در هر موضوع مخالفت میکردن، در هر سریه، هر غزوه اینها بانگ مخالفت داشتند. الله تعالی می فرماید ان الذين يحادون الله ورسوله، همانا کسانی که مخالفت میکنن با الله و رسول، کبتوا کما کبت الذين من قبلهم، کبتوا یعنی ذلیل شدند، پست و خوار شدند، همان گونه که ذلیل شدند کسانی که قبل از اینها بودند. مشرکین در بدر، در احزاب
در جریانات مختلف همان گونه اینها هم ذلیل. وقد انزلنا آیات بینات، ما آیات واضح بیان کردیم برای تمام مسائل و احکام. وللکافرین عذاب مهین، برای چنین کافرین عذاب دردناک است در آخرت. در دنیا ذلت و در آخرت عذاب دردناک. این عذاب دردناک کی هست؟ یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا، روزی که همه را الله مبعوث می کند، از قبرها بلند می کند، خبر میده که چی عمل کردن در دنیا. احصاه الله، الله همه را حفظ کرده، همه را ثبت و ضبط کرده. احصاه الله یعنی احصاه الله ما عملو، همه را احاطه کرده و نسو، خودشان فراموش کردن ما چی کردیم. والله على كل شيء شهید، خداوند بر هر چیز حاضر و ناظر است، همه چیز را میبیند میداند. منافقین که با هم می نشستند، توطئه می کردند، جلسه خصوصی می گرفتند بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم، بر علیه صحابه، بر علیه جهاد، هی نقشه می کشیدند، هی توطئه می کردند، جلسات پشت درهای بسته. الله عزوجل می فرماید اینها بیچاره ها غافلند، بی خبرند که هر جا 3 نفر اگه نشسته 4می ما هستیم، 5 تا نشستن 6می ما هستیم. اینا دلشون خوشه. الله می فرماید الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، زجر برای منافقین. استفهام هم استفهام تعجب عجیبه. آیا نمی بینی، آیا خبر نداری که همانا الله می داند تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است. ما یکون من نجوا 3 الا هو رابعهم، هیچ نجوای 3 نفری نیست. نجوا سرگوشی را میگن، سخن خصوصی را میگن، جلسه خصوصی را میگن. جلسه خصوصی 3 نفره نخواهد بود. الا هو رابعهم، مگر الله 4می نشان هست. ولا 5 و نه 5 نفر با هم منشینن. الا هو سادسهم، مگر الله 6می هست. همین تعداد نه، چه کمتر چه بیشتر. تنها باشی الله 2می هست. ولا ادنا من ذلك ولا اکثر، نه کمتر از این و نه بیشتر. الا هو معهم، مگر الله با آنان است. اینما کانوا، هر جا باشند. معیت کامل، منظور اینه که کامل خبر دارد الله. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامه، روز قیامت الله بهشون میگه شما چه کار میکردید اونجا، با هم مشوره میکردید فلان ترور را انجام بدی. امروز هم همین جلسات هست، یک گروه میشینند با هم مشوره میکنن فلان انسان را چطور رسوا بکنیم، یکی فلانی را چطور ترور بکنیم، فلانی را چطور مالش را بالا بکشیم. الله اونجا هست. الله تماشاچی و تنها نیست، الله همه چیز را ثبت و ضبط میکنه، نظارگر است. لذا الله می فرماید ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامه، سپس الله آنها را خبر میده چه عمل کردن در روز قیامت. ان الله بكل شيء علیم، این علت است چون الله به هر چیز علیم و داناست. لذا معنیش اینه که دیگه شما منافقین حق ندارید از این به بعد جلسات خصوصی بگیرید توطئه بکنید، با وجود اینکه دستور داده شدند که توطئه چینی نکنند، مکر نکنند، بازم یک گروهی فکر میکنن کسی از اونها خبر نداره. الله می فرماید الم تر الى الذين نهوا عن النجوا، زجر دوم برای منافقین. آیا ندیدی، خبر نداری از آنانی که باز داشته شدن از سرگوشی، از سخن خارجی، از مشوره خصوصی. ثم یعودون لما نهوا عن، سپس دوباره اعاده میکنند، دوباره انجام میدن اون چیزی را که از اون نهی شدند، که بر علیه مسلمانان توطئه کردن،
خب اینجا که با هم صحبت میکنن چه صحبت های؟ مثلا الله میفرماید و یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت الرسول، اینها با هم سرگوشی میکنن، سخن خصوصی میگوین در راستای گناه، در راستای تعدی و در راستای تجاوز معصیت رسول. اینا در همین زمینه ها چطور جلوی پیشرفت اسلام را بگیریم، چطور جلوی پیشرفت دین و تبلیغ را بگیریم، چطور جلوی پیشرفت تعلیم و فرهنگ اسلامی را بگیریم، چطور با جهاد مبارزه بکنیم، چه کار بکنیم که جوانان به طرف دین نروند. همین جلسات امروز هم هست، اون روز هم بود. گاهی بعضی از جلسات خصوصی بخشنامه های در بعضی بلاد درس میکنن، انسان تو این خبرها میخواند، بعضی از کنم بنگاه های افشاگری مثل ویکیلیکس و نمیدونم کیو کی اینا رو افشا میکنه، انسان تعجب میکنه. اینا شب روز هم مغمشون همینه که بر علیه کارهای مثبت و کارهای مفید اینا اقدام بکنند. لذا الله میفرماید و اذا جاءوك حيوك، وقتی که پیش شما می آیند که شما را سلام بدند، خوش آمدگویی کنند، حیوک بما لم یحییک به الله، سلام میدن به اون چیزی که الله به اون سلام نداد. حتی اونا زبانشون را مقداری کج میکنن، الله همین هم افشا میکنه. اونا می آمدن میگفتن السلام علیکم، سلام به معنی موت. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم میدانستن، رسول الله میگفت علیکم، هر چی گفتی به خودت برگرده، اگر سلام بود هم به خودت، اگر سلام بود هم به خودت. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها متوجه نشد، احساساتی شد، گفت که به خودت برگرده، مرگ و نمیدونم جهنم و رسوایی و ذلت. آن حضرت فرمود عایشه ناراحت نباش، اون گفت السلام علیکم، منم گفت علیکم، منم گفت هر چی که باشه به خودش برگرده. لذا هرگاه میان پیش شما سلام بدند، بعضی ها هست اینطور مسخره میکنند دینداران را، اهل حق را، به آنچه که خدا اون تحیه را و اون سلام را نگفته. و باز زجر الله بر حماقت منافقین. منافق به دلش میگفت من امروز که خطا بکنم باید امشب مؤاخذه بشم، در حالی که الله عزوجل اینطور فورا مؤاخذه بکند هیچ مجرمی نمیماند، همه باید از بین بروند. و یقولون فی انفسهم، در دلشون میگفتند، یا اینکه فی انفسهم فی ما بینشون میگفتند لولا یعذبنا الله بما نقول، چرا اون چی که ما میگیم خدا ما را عذاب نمیده؟ الله عزوجل میفرماید حسبهم جهنم، جهنم اینها را کافی است، عذاب همون بسه. یصلونها فبئس المصیر، اون را وارد میشوند و مسیر بسیار بدی هست، جایگاه بسیار بدی هست. حال بعد از این الله خطاب میکنند منافقین را با یا ایها الذین آمنو و قواعد برای اصلاح بیان میکنه. اگر با هم جلسات خصوصی دارید در راستای دین و تبلیغ باشد، در راستای بر و تقوا باشد، نه در راستای معصیت. و گویا ما مسلمانان هم مورد خطاب هستیم، گاهی ما هم جلسات داریم، ولی به ماهیت جلساتمون نگاه بکنیم. این جلساتمون در زمینه اضرار به مسلمان نیست، ضرر رسانی نیست. ما آیا با هم به صورت خصوصی بر علیه یک مردی، یک انسانی، یک مؤمنی که آبروش را از بین ببریم، مالش را بالا بکشیم، تعرض بکنیم، او را ترور بکنیم، یا مثلا نسبت به یک مجموعه‌ای که اهل حق هستند، دینداران هستند، اهل مسجدند، آیا ما یک وقتی جلسات خصوصی نداریم؟ اگر داریم بدانیم که ما مصداقیم. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم، ای مؤمنان هرگاه شما با هم خصوصی داشتید، نجوا سرگوشی،
جلسه خصوصی. فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول. این ضابطه را داشته باشید. شما ببینید بحث های شما مورد بحث در جهت معصیت نباشد، در جهت اسم و گناه نباشد. فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اسم نباشد، گناه نباشد، والعدوان تعدی نباشد، ظلم بر کسی نباشد، و معصیت الرسول و نافرمانی رسول نباشد. و تناجوا بالبر والتقوى، با هم دیگه سرگوشی و جلسات خصوصی داشته باشید در راستای بر و تقوا. مثلا با هم در جلسات خصوصی بنشینید که فلان منطقه دین ضعیفه، چه کار بکنیم، چه برنامه ریزی بکنیم، از کدوم عالم خواهش بکنیم. این نوع برنامه ریزی ها که دین پیشرفت بکنه، جوانان دیندار بشند، خواهران دیندار بشند. لذا این نوع را الله دوست دارد. واتقوا الله، این نسخه عمل است. اگر ما از خدا بترسیم هیچ جلسه ما در راستای معصیت نخواهد بود. واتقوا الله الذي الیه تحشرون، این نسخه تقوا است. تقوا چگونه حاصل میشه؟ اون اللهی که ما بسوی او حشر و جمع میشیم اون را استحضار داشته باشیم. همان اللهی که بسوی او شما حشر و جمع میشوید. انما النجوا من الشیطان، همانا این نجوا، اینجا الف لام عهدی هست، سرگوشی و جلسه خاص مراد است. این نجوا از شیطان است. شیطان میخواد چیکار کنه؟ لیحزن الذین آمنوا، شیطان میخواهد که مؤمنین را پریشان کنه، غمگین کند، در حالی که با این پریشان کردن هیچ ضرری ندارد. ولیس بضارهم شیئا الا باذن الله، نمیتواند هیچ ضرری برسانند مگر به اذن الله. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنین هم فقط و فقط بر خدا توکل بکنند. اگر جلساتی بر علیه اونها پشت درهای بسته برگزار میشه و دسیسه میشه بر علیه اونها، توکلشون را به خدا بکنن و تدبیر لازم را بکنن، الله حفاظت میکنه. یا ایها الذین آمنوا، یکی دیگر از قوانینی که برای منافقین الله بیان فرمود. قاعده دوم، منافقین هرگاه در جلسه رسول الله می نشستند طوری می نشستند که برای مخلصین جای باقی نمیماند. برای صحابه بالخصوص کبار می آمدند، بزرگان می آمدند، اونا جایی نداشتند. اینا عمدن می نشستند، می خواستند که مجلس را خراب بکنند. لذا الله می فرماید هرگاه که به شما گفته میشه، چون وقتی که کسی می آمد، یکی از اجله می آمد، از بزرگان می آمد، از طرف رسول الله گفته میشه تفسحوا فی المجالس، یه مقداری خودتون را جمع کنید، جا کشاد کنید، جا باز کنید. اینها یک تکانی می خوردند و گویا ما جمع کردیم خودمون را، و جمع نمی کردن بلکه کشادتر می نشستند. الله عزوجل اگر پیغمبر نمیداند، الله که میداند. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس، ای مؤمنان هرگاه به شما گفته میشه در جلسه تفسح کنید، یعنی جا باز کنید، فافسحوا، شما جا باز کنید، یفسح الله لكم، الله هم برای شما در بهشت جا درست میکنه. یعنی خودتون را جمع کنید، جا بیشتر بشه. و اذا قیل انشزوا، هرگاه به شما گفته میشه برخیزید، بلند شوید، فانشزوا، بلند شید، برخیز برای نماز، برخیز برای جهاد، برای هر چی به شما گفته میشه شما هم همونطور بلند بشید. یرفع الله الذین آمنوا منکم، الله عزوجل میفرماید خداوند جایگاه میده، درجات رفیع و بلند عنایت میکند به آنانی که آمنو منکم، ایمان دارند از شما، نه به منافقین. خدا درجه میده به مؤمنین. باز والذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدن درجات بیشتر خدا بهشون میده.
والله بما تعملون خبیر، خداوند به اون چی که شما عمل میکنید خبر دارد. خب بعد از اینکه الله عزوجل در ارتباط با جلسات فرمود، یک قانون دیگری، یکی از عادات منافقین این بود که هرگاه در محضر رسول الله می آمدند تا وقت رسول الله را ضایع می کردند، به این صورت که می گفتند یا رسول الله ما کار خصوصی داریم، به صورت خصوصی می نشستند و حرف تو گوش رسول الله می زدند، کل وقت می بردند، طولانی می کردند تا اینکه به کسی دیگه نوبتی نرسد، بقیه صحابه از ارشادات رسول الله محروم بمانند. الله عزوجل قانون تعیین کرد. الله تعالی فرمود که از این به بعد هر کسی که آمد و سخن خصوصی و صحبت خصوصی با رسول الله داشت، قبل از اون باید یک صدقه بده، پول بده، حساب واریز بکنه. منافق قومی هست بخیل، دادن پول برش خیلی مشکله، لذا بعد از اون هیچ کس حرف خاصی نداشت دیگه. بعد از اون صحابه راحت می آمدن و از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسائلشون را استفسار می کردن، استفاده می کردن. فقط در این رابطه می گویند که سیدنا علی کرم الله وجهه آمد، کاری داشت، کاری مخصوص خانه بود، نمیتونست بلند بگه، لذا اول صدقه داد، بعدا با آن حضرت به صورت خصوصی صحبت کرد، چون دستور بود. فقط همین یک مورد عمل شد، بعد از اون الله عزوجل تخفیف داد، گفت لازم نکرده که شما از این به بعد صدقه بدید ولی وقت رسول الله را نگیرید. گاهی علما هستند این مسئله را زیاد ما باش مواجه شدیم، یک جمعی نشستن مثلا 20 نفر 30 نفر اطراف یک عالمی شیخ بزرگی میخواد ازش استفاده بکنه، حالا یک نفر میاد هی با اون شیخ در همین جمع خصوصی صحبت میکنه، اون عالم هم همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم حیا داشتن و رو در بایستی داشتن، اون عالم هم چیزی نمیتونه بگه، حالا این جمع تمام ناراحت میشه. خب اینجا ما آمدیم استفاده بکنیم، نیم ساعت شما وقتشون گرفتید، لذا باید این موارد را و این ظرائف را ما باید دقت کنیم، در نظر داشته باشیم. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا ناجیتم الرسول، هرگاه شما سرگوشی و سخن خصوصی داری با رسول، فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، تقدیم کنید قبل از سرگوشی تان صدقه، ذالک خیر لکم و اطهر، این بهتر است برای شما و پاکیزه تر است. فإن لم تجدوا، اگر نیافتید خب اشکالی نداره، فإن الله غفور رحیم، همانا الله بخشنده و مهربان است. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، آیا شما ترسیدید اینکه تقدیم کنید قبل از نجوایتان، قبل از سخن خصوصیتان صدقات؟ خب می ترسید، اشکال نداره، از این به بعد اگر نمی دهید هم اشکال نداره، اما اعمال را پایبند باشید. فاذ لم تفعلوا، اگر این کار را نکردید، و تاب الله علیکم، الله به شما رجوع کرد، دیگه از شما صدقه نمیخواد، اما فاقیموا الصلاة، نماز را برپا دارید، و آتوا الزکات، زکات بدهید، و اطیعوا الله و رسوله، الله را اطاعت کنید، رسولش را اطاعت کنید، والله خبیر بما تعملون. این ترغیب الی الاخلاص است، یعنی ببین به خاطر ریا نباشد، خدا از اعمال شما خبر دارد. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم، الله عزوجل اینجا بازم سرزنش می فرماید منافقان را. منافقین با یهودی ها دوستی زیادی و صمیمیت زیادی داشت. الله تعالی می فرماید که چرا همیشه به جلسه اونها میرید؟ این
در روایتی آمده گروهی بود به سرکردگی عبدالله ابن ابی، گزارش رسید که یا رسول الله این عبدالله ابن ابی خیلی پیش یهودی ها، ملاهای یهودی که دشمنان سرسخت قرآن بودند و رسول الله بودند رفت و آمد داره. رسول الله بهش گفت ای ابن ابی به تو چی میرسی اونجا میری؟ چنان سوگندها یاد کرد، قسم خورد که من اصلا نرفتم. کی این گزارش را به شما داده؟ الله بیان میفرماید الم تر الى الذين تولوا قوما، آیا خبر داری، آیا دیدی آنانی را که تولوا قوما دوستی میکند با قومی که غضب الله علیهم خدا بر اونها خشم کرده. مغضوب علیهم کیند؟ یهودی ها. اینا با مغضوب علیهم دوستی دارن. ما هم منکم ولا منهم، در حالی که این منافقین، ما هم منافقین، این منافقین نیستند منکم از شما مسلمانان، ولا منهم و نه از یهود، از اونها هم نیستند، نسبت به اونها هم وفادار نیستند. و یحلفون علی الكذب و هم یعلمون، سوگند دروغین میخورند، خودشان میدونند که در این ادعایشان دروغند. اعد الله لهم عذابا شدیدا، این تخویف اخروی است. الله برای اینها عذاب سختی آماده کرده برای منافقین. چرا؟ انهم ساء ما كانوا يعملون، اینها بسیار بد عمل کردند که اینها با دشمنان خدا، با مغضوب علیهم راه دوستی گرفتند. و باز وقتی که پیامبر عظیم الشان تذکرشون میده، اتخذوا ایمانهم جنه، سوگندهای خودشان را سپری قرار دادن، سپر بلا. سوگند میخوره من نکردم، من نرفتم. الله میفرماید فصدوا عن سبیل الله، به وسیله این سوگند از راه خدا باز میدارد. فلهم عذاب مهین، برای این انسان هست عذاب ذلت بار. این دلش خوشه که مال داره، ثروت داره، سرمایه داره. الله میفرماید روزی خواهد آمد که مال و ثروت برایش دردی دوا نمی کند. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، به وقت آمدن عذاب مالشان و اولادشان هیچ فایده به آنان نمی بخشد، هیچ مشکلی را از اونها دفع نمی کند. اولئک اصحاب النار، اینها اهل جهنم هستند. هم فیها خالدون، در اون جهنم به صورت ابد مؤبد میمانند. اون جهنم کی هست؟ وقت عذاب کی هست؟ الله وقت را تعیین میکنه. یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که الله همگی را مبعوث میکند، همگی را از قبرها بلند میکند. فیحلفون له کما یحلفون لکم، مرض دیگریشون بدبخت ها آخرت را فکر میکنن مثل دنیا، برای خدا هم سوگند های دروغ میخورن. کسی که اینجا به دروغ سوگند میخوره اونجا هم میخوره. فیحلفون له کما یحلفون لکم، برای الله به دروغ سوگند یاد میکنن همان گونه که برای شما به دروغ سوگند میخورن. و یحسبون انهم علی شیء، این حماقتشون، فکر میکنه اونها بر چیزی هستند، یعنی با این سوگند دروغین به جای میرسند. الا انهم هم الكاذبون، خبردار اینها دروغگوند، اینا همه قسمهاشون دروغه. خب این اوصاف بدی که دارند الله عزوجل علت این اوصاف را بیان میفرماید. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اینها مسلط شده. استحواذ تسلط را میگویند. شیطان بر اینها غلبه کرده، مسلط شده. فانساهم ذکر الله، این نتیجه استحواذ که شیطان اونها را از ذکر الله و از یاد الله فراموش داده. اولئک حزب الشیطان،
اینها حزب شیطان هستند، اینها گروه پارتی شیطان هستند. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. آگاه باش مخاطب، حزب شیطان زیانکارند، اینها ضرر و زیان میکنند. علت ضرر چیه؟ علت خساره چیه؟ مخالفت با خدا و رسول. ان الذين يحادون الله ورسوله، کسانی که مخالفت با الله و رسول میکنند، اولئک فی الاذلین، اینها در ذلیل ترین انسان ها هستند. کتب الله، الله عزوجل فیصله فرموده. کتب الله، خدا نوشته، یعنی فیصله نموده. روح المانی نوشته که اثبت فی اللوح المحفوظ، خداوند در لوح محفوظ ثبت کرده. او قضا و حکم، خداوند قضاوت کرده، حکم صادر کرده. چرا؟ ببین این خدا نوشته لاغلبن انا و رسولی، حتما غالب میشویم من و رسولم، من و پیامبرانم. ان الله قوی عزیز، بدون شک الله قوی هست و غالب هست. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. الله عز وجل انتظاری که از ما مؤمنین دارد در پایان سوره، اون انتظار را مطرح می کند. انتظاری که از صحابه و از یاران مخلص رسول الله صلی الله علیه وسلم دارد. الله می فرماید لا تجد قوما، نمیابی اون قومی را که یؤمنون بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا داشته باشد و ایمان به روز آخرت. ما هم ایمان به خدا و روز آخرت داریم، لذا این قوم را نمیابی که دوستی بکنند با دشمنان خدا، نمیابی که یوادون مودت بکنند، دوستی بکنند، من حاد الله و رسوله، با اون انسان هایی که دشمن الله و رسول الله هستند. اونایی که با خدا و رسول دشمنی میکنند هیچ وقت این مؤمنین با اونها دوستی ندارند. به این خاطر عرض میکنیم که یکی از کبائر اینه که ما در زمان خودمون با دشمنان خدا صمیمیت داشته باشیم. یک کمونیست از خدا را هیچ قبول نداره، ولی اینکه شما میرید پیشش کشور چین میری رفت و آمد میکنی، خب تجارت جای خودش را داره، ولی صمیمیت، محبت قلبی. یا یک یهودی نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم کفر دارد، یک مسیحی هکذا. لذا الله می فرماید مؤمنین را نمی بینی که یوادون دوستی بکنند با کسانی که دشمن خدا و رسول هستند، گرچه اون دشمن پدرش باشه. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم، گرچه باشند پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا عشیرهشان. این را ابوبکر و عمر و دیگه صحابه رضوان الله علیهم اجمعین نشان دادند. فرزند ابوبکر رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن بن ابی بکر در جنگ بدر پدرش را دید. اون زمان عبدالرحمن در صف کفار و بعدا مسلمان شد. به پدرش گفت پدر، من در جنگ شما را دیدم، میتونستم شما را بزنم، ولی اون شفقت پدری غالب شد، نزدم. ابوبکر رضی الله تعالی عنه گفت شانس آوردی من تو را ندیدم، اگر من میدیدم من هیچ پروا نمی کردم، به خاطر الله گردن تو را میزدم. لذا پدر برای فرزند پروا نداره. ما در سوره عرض کنم که انفال میخوانیم، وقتی که اسیران بدر اسیر شدند رسول الله از همه مشوره گرفت چیکار بکنیم؟ همه گفتن فدیه بگیریم و آزادشون بکنیم. اما عمر رضی الله تعالی عنہ گفت یا رسول الله اینا را آزاد نکنید، اینا ولو اینکه برادران ما هستند، نزدیکان ما هستند، اینا کسانی بودند که یاران شما را شکنجه دادند، اینا کسانی هستند بودند که بدترین ظلم ها را در زمان مکه به روا داشتند به همراهان شما. الان اینا را میخواید بگذارید؟ مشوره من عمر اینه که هر یک را به نزدیکترین خویشاوندش بسپار.
در میان این اسیران پسرموی مال من است، به من بده، من خودم گردنش را میزنم. شما یا رسول الله دامادتون را خودتون گردنش را بزنید. هر صحابی خویشاوندش را خودش بزنه. این عمر بود. این به خاطر خدا نه، ولو کانوا آباءهم، گرچه اون خویشاوندان دشمنان خدا و رسول پدرشون باشه، فرزندشون باشه، برادرشون باشه، عشیرهشون باشه، چنین غیرت ایمانی داره. الله میفرماید اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، این افراد الله در دلشون ایمان نوشته. این ایمانه که چنین تقاضایی میکنه، این غیرت ایمانی هست، این احساسات پاک ایمان است. و ایدهم بروح من، و الله اینها را تایید کرده با روحی از جانب خودش. چطور الله تایید کرده با روحی از جانب خودش؟ این کلمه درباره عیسی مسیح در قرآن به کار برده شده. صحابه چطور الله تایید کرده؟ علامه آلوسی نوشته والمراد بالروح نور القلب، الله در قلب اینها نوری بخشیده. و هو نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده تحصل به الطمانینه. این نوری هست که خدا به بعضی از بندگان میده که به وسیله اون اطمینان و آرامش احساس میکنن. لذا الله میفرماید و ایدهم بروح من، این یاران با وفای رسول الله، این مؤمنین را الله تایید کرده با روحی از جانب خودش، یعنی با نوری از طرف خودش که بهشون داده. این پاداش دنیوی است. در آخرت برشون چه خبره؟ و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، الله آنها را داخل میگرداند در جنات، در باغاتی که جاری است از زیر درختها و کاخهای آن نهرها، خالدین فیها، همیشه در اون باغات میمانند. و بالاترین جنت جنت روحانی هست، جنت معنوی هست. اینی که خدا اعلام میکنه ای مؤمنین من از شما راضیم، رضای الله و رضوان من الله اکبر. بزرگترین نعمت چیه؟ رضایی که از جانب الله باشد. الله می فرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله راضی شده از آنان و آنان هم از ربشان راضی. اولئک حزب الله، اینها هست حزب الله، حزب الله واقعی. این صحابه و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم و اون کسانی که بر مسیر صحابه باشند، اونا حزب الله واقعی. الا ان حزب الله هم المفلحون، خبردار آگاه باش، حزب الله رستگاره. مسیری که مسیر یاران آن حضرت بود و کسانی که پیروان و متبعان واقعی اونها باشند، اون مسیر رستگاری است و مسیر موفقیت است. الله عزوجل من شما را در این مسیر گامزن بفرماید. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.